پلیس بغلان میگوید در یک عملیات خاص اپراتیفی قماندان کماندوی طالبان در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز را همراه با 3 تن از همراهانش گرفتار کردند. جنرال نور حبیب گلبهاری قماندان امنیه ولایت بغلان ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت این 4 تن که یکی آن قماندان کماندوی طالبان در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز می باشد قصد فرار به کابل را داشتند که در اثر کار اپراتیفی و کشفی مدیریت مبارزه علیه تروریسم قماندانی امنیه ولایت بغلان در ولسوالی دوشی این ولایت بازداشت شدند. مدیریت ضد تروریسم قماندانی امنیه ولایت بغلان با همکاری قماندانی امنیه ولسوالی دوشی 4 تن از مخالفین را از سر پل دوشی بازداشت کردند. از جمله 4 تن یکی از اینها کماندوی طالبان ولسوالی چهاردره ولایت کندوز می باشد. اینها هم میخواستند به کابل فرار کنند که در اثر کار اپراتیفی مدیریت ضد تروریسم قماندانی امنیه ولایت بغلان و همکاری قماندانی امنیه ولسوالی دوشی بازداشت گردیدند که افراد با گفته وی این فرد که از ننگرهار می باشد در بسیاری از عملیات های طالبان شرکت داشته و یکی از قماندانان برجسته طالبان در کندوز بوده است و فیض الله یکی از همین افراد بازداشت شده که پلیس بغلان آن را قماندان کماندوی طالبان در ولسوالی چهاردره کندوز می داند. عضویتش در گروه طالبان را میپذیرد و میگوید او زخمی و روانه کابل بود که در ولسوالی دوشی بغلان گرفتار شد. کجا انتقال میدادند؟ کجا میبردند؟ کابل. کی اطاعت داده؟ سرگونه ما محمدی امید ترتیب برابر کردن. با کی؟ ترتیب برابر کردن. طرف ما چه ورده؟ طرف بغلان ورده. امیجا خانه عباس بودن. دیگه عباس یک نفر تصمیم کنه امیجا وردن. چاک برای خمری. در ولایت بغلان که گذرگاه میان مرکز و ولایت شمالی کشور می باشد افراد زیادی از این دست که متهم به عضویت در گروه های مخالف دولت بوده حین عبور از این ولایت بازداشت شدند.